زبان را نه در حالت آرامیش نه در حالت غضب کسی را آزار نده. گفت حضرت مولوی زبان را در غضب نیکو نگه دار. همیشه زبانهای ما و شما در حالت غضب، باور کنین چی موی سفید باشیم، چی میانه سال باشیم، چی جوان باشیم، خدا داناست چی زبانهای بد برای ما و شما پیدا می شود. در حالتهای غضب چی دشنامهای قبیح، چی سخنهای ناخوب از زبان ما و شما صادر می شود. حضرت مولوی خدا رحمتش کنه، پدر ما و شما، پیشواهای ما و شما می‌فرمایند زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضب‌ها می شود مات. غضب ناگه دلی رنجیده ای را، کند محزون و مجروح بنده ای را. عدوی دیوی شیطان در نهانت، بیارد لفظ کفری در زبانت. که آن دم فرق نیکو بد مدانی، مبادا از زبان خود براری. فراموش نکن در حالت غضب شیطان در کمینگاه توست، تو را وسواس میکند که از این زبان هر چیزی که میخواهد از زبان تو برآمدن گیرد، تو را در کفر و در بدبختی روبرو گرداند. یکم چیزی که ما و شما را نجات میداده است، حبیب خدا گفتن زبانتان را محافظت کنید. برادرای عزیز و گرامی، وقتی شما اگر دو نفرم که باشین، یک برادری در غایب بودگی هم که تنقید کردید، شما تصور نکنین دو نفر هستید. الله در قرآن میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. صدق الله العظیم. یقین دانین که فرشته های برای شما در نزد شما آفریدم که سخنهای شما را گوش می اندازند، سخنهای شما را می نویسند. فراموش نکنید. یکم چیزی که سبب نجات شما می شده است، زبانهاتون همیشه محافظت کنید. برادرای عزیز، باور کنین چقدر شما بی ادب هستین. من شما را نمیگویم، در لفظ کلمه شما جوانها را اکثریت من داخل میکنم، چی در حالت شوخی، چی در حالت غیر شوخی، چی در حالت قهر و غضب. برادرای عزیز، دشنام ندهید. زبانهاتون را به بیهودگویی مشغول نگردانید. در زبانهاتون هر گونه سخنهای ناخوب و ناجا را جای ندهید، زیرا که شما نجات نمی‌یابید اگر زبان شما ناخوب باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعده می‌دهد من یضمن لی ما بین اللحیین اضمن له الجنه. کسی در دنیا اگر زبانش نگه دارد، قسم به نام خدا که من ضامن که او باید جنت میبرم. ببین، من ضامن هستم که این انسان وارد جنت کنم وقتی در دنیا اگر این انسان زبانش خوب نگه دارد.